سلام، خیلی خوش اومدید به دوره 96 تولید محتوا و ما صحبتامون رو از اینجا شروع می‌کنیم. من عینکم هم بزنم. که تولید محتوا چیزیه که برداشت‌ها و تعابیر متفاوت و غلطی ازش وجود داره و خیلی‌ها فکر می‌کنن که پست کردن یک عکس یا استوری کردن یک متن یعنی تولید محتوا و اصلا فکر نمی‌کنن که تولید محتوا صرفاً شیر کردن چیزی در اینستاگرام یا یوتیوب نیست. من اهل دادن وعده‌های الکی یا رویا فروشی نیستم، اما یه چیزی رو در مورد این دوره به جرئت میتونم بهتون بگم و اونم اینه که آماده باشید تا از دقایق دیگه وارد طوفانی از ایده ها و تکنیک هایی بشید که اگر عملگرایی خودتون رو هم بهش اضافه کنید قطعاً مسیر زندگی کاری شما رو عوض خواهد کرد و به قول هاروکی موراکامی وقتی طوفان رو پشت سر میگذارید دیگر همان آدم قبل از طوفان نخواهید شد. همه ما از بچگی تا دوران دانشجویی و حتی همین الان کلی کلاس‌های آموزشی رو تجربه کردیم که باید براشون جزوه می‌نوشتیم و الان کوهی از جزوه تو کتابخونه و کمدامون داریم که دارن خاک می‌خورن و هیچ وقت سراغشون نرفتیم. اما این دوره که الان مشغول تماشای مقدمش هستید هیچ نیازی به جزوه نویسی نداره، چون قراره انقدر دقیق در مورد تکنیک‌ها صحبت بکنیم و در موردشون مثال بزنیم که تک تک تکنیک‌ها ملکه ذهنتون بشه و برای تولید محتوای خودتون بهتون ایده بده. پس اون چیزی که توی ذهن خودتون برای خودتون میاد از یادگیری اون تکنیک اون رو بنویسید که بلافاصله اون رو وارد تقویم محتواییتون کنید و اجراش کنید. تنها چیزی که برای یادگیری این دوره لازم دارید خودتون، تمرکزتون، دقت و یه لیوان چای یا قهوه است و البته تصمیم به عملگرایی. بچه‌ها نه تنها این دوره که بهترین و موثرترین دوره‌های آموزشی جهان که توسط بهترین اساتید تدریس میشن اگه با عملگرایی شما جمع بسته نشه صرفاً یه سری اطلاعات و دیتا هستن که ذهن شما رو فقط مشغول می‌کنن. دوره 96 هم از این قاعده مستثنا نیست و من عاجزانه، دوستانه و برادرانه ازتون خواهش می‌کنم که عملگرایی رو اولویت ذهنتون قرار بدید و بعد شروع کنید به تماشا و یادگیری تکنیک. زمان ما بسیار محدوده و این دنیا پر شده از تئوریسین هایی که خالی از عمل هستن و فقط سخنورهای خوبی هستن. یکی از مهمترین اهداف من از تهیه و تدوین این دوره اینه که اطلاعات و تکنیک‌هایی رو به شما آموزش بدم که شما رو از گروه تئوریسین‌ها وارد گروه عملگراها بکنه و در زندگی و آیندهتون نقش داشته باشه. اگر آماده اید بریم که با هم وارد طوفان بشیم. 3 2 ما آدم‌ها تولید کننده‌هاش هستیم. از وقتی به این دنیا میایم و رشد می‌کنیم و به ادراک می‌رسیم تمام اون چیزی که باعث ایجاد ارتباط بین ما با آدم‌های دنیای اطرافمون میشه محتواست. وقتی زبون باز می‌کنیم و شروع می‌کنیم به گفتن اولین کلمات، یعنی با استفاده از کلمه‌ای مثل آب محتوایی تولید می‌کنیم که به واسطش تشنگیمون رو بیان می‌کنیم و از مادر و پدرمون می‌خوایم که نیاز ما رو برطرف کنن. و شاید بشه گفت که این اولین، ساده‌ترین و غریزی‌ترین نوع تولید محتوا توسط بشره. کمی بعد درخواست اسباب بازی و غذا می‌کنیم. دوست داشتن و دوست نداشتنمون رو اعلام می‌کنیم و با جهان پیرامونمون ارتباط می‌گیریم. دستمون رو به سمت چیزی که می‌خوایم دراز می‌کنیم و اسمش رو صدا می‌زنیم تا به دستش بیاریم. و گاهی نخواستن چیزی رو با گریه ابراز می‌کنیم. بزرگتر میشیم. کلمات بیشتری یاد می‌گیریم و حالا می‌تونیم دوست پیدا کنیم. می‌تونیم با دوستامون بازی و دعوا کنیم و حتی دروغ گفتن رو یاد می‌گیریم. میریم مدرسه، دایره دوستامون بزرگتر میشه. سوالای بیشتری برامون پیش میاد و چیزهای بیشتری یاد می‌گیریم. نوع محتوایی که بین ما و یه سری از دوستامون رد و بدل میشه باعث میشه که با تعدادی از اونها صمیمی بشیم و با یکی از اون دوستای صمیمی‌تر میشیم و ارتباط موثری برقرار می‌کنیم. اونقدر که تا همین الان دوستای صمیمی ما هستن. بزرگتر که میشیم معمولاً محتوای بین ما و خانواده‌مون دچار افت و خیزی میشه که ممکنه باهاشون به مشکل برخوریم. وارد جامعه میشیم و استفاده از محتواهای گوناگون رو یاد میگیریم تا جایی که رابطه ما در هر جمع و با هر شخصی به شکل منحصر به فردی صورت میگیره. باز هم دوست پیدا می‌کنیم، همکار و همکلاسی پیدا می‌کنیم، عاشق میشیم، شکست عشق می‌خوریم، ازدواج می‌کنیم، کارمون رو عوض می‌کنیم، ادامه تحصیل یا ترک تحصیل می‌کنیم، موفقیت‌های شغلی و اجتماعی به دست میاریم، اخراج میشیم، تشویق میشیم. یه سری از دوستامون رو از دست میدیم و این داستان تا آخرین روز زندگی ما ادامه خواهد داشت. تا آخرین روزی که روی این کره خاکی زندگی می‌کنیم، زندگی و روابط و موفقیت‌ها و شکست‌های ما بستگی به تبحر و برداشت ما از محتوایی داره که در این زندگی تولید می‌کنیم. تولید محتوا همینقدر جدی، اساسی و تعیین کننده است، چه در زندگی و چه در کسب و کار. گفتم که ما از بدو ورودمون تا لحظه ترک این دنیا با استفاده از کلام و کلماتمون محتوایی تولید می‌کنیم که روابط ما با سایر انسان‌ها رو شکل میده و به این واسطه نیازهامون رو بیان می‌کنیم و در مورد حسامون حرف می‌زنیم. بیایید همین الان چیزی رو تو ذهنمون مرور کنیم. آخرین باری که با یکی از اعضای خانواده بحث کردید رو به یاد بیارید. به رابطه صمیمی که با دوستی داشتید و از بین رفت، به رابطه عاطفی که خراب شد، به عشقی که شکست خورد، به اون کسی که همین الان ازش بی‌خبرید و بینتون کدورت ایجاد شده، به راننده‌ای یا دوستی که ازش دلخورید. علت 99% این اتفاقات چیزی نیست جز این موارد. حرف منو نمیفهمید. از حرفش ناراحت شدم. بهش برخورد. قهر کردیم. منطقی حرف نمیزنه. بهم توهین کرد. بهم دروغ میگفت. با هم خیلی بد صحبت کرد. اصلا نمیتونستیم با هم حرف بزنیم. حرفی برای گفتن نداشتیم. خیلی پر حرف بود. خیلی کم حرف بود. خیلی پرخاش میکرد. بی‌ادب بود.
خیلی فحش میداد. حرف. ما یاد گرفتیم که باید با یه محتوایی با آدم‌ها ارتباط بگیریم، اما خیلی وقتا محتوای بدی رو برای برقراری رابطه با آدم‌ها انتخاب می‌کنیم. و ریشه اکثر مشکلات ما در انواع روابط بلد نبودن محتوای کلامی درست یا گفتگوی موثره. اکثر ما در روابطمون متکلم وحده هستیم و اجازه نمیدیم که بین ما و طرف مقابلمون دیالوگ شکل بگیره. در نتیجه محتوای ناقص، توهین‌آمیز، نامحترم، خودخواهانه‌ای رو تولید می‌کنیم که به مرور زمان باعث میشه که روابطمون رو از دست بدیم. ما باید قبول کنیم که در برقراری دیالوگ، در شنیدن حرف‌های طرف مقابل و زدن حرف‌های خودمون ضعف داریم و به همین دلیله که خیلی همون از ورود به فضای مجازی برای شروع کسب و کارمون میترسیم، چون بلد نیستیم گفتگو کنیم، چون همش به خودمون میگیم نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بنویسم. ما قبل از هر چیزی باید بپذیریم که تولید محتوا در فضای مجازی ارتباط موثری داره با محتوایی که در زندگی خودمون تولید می‌کنیم و میزان توانمندی ما در ایجاد گفتگو و در نتیجه برقراری ارتباط با آدم‌هایی که نمی‌بینیمشون اما برای توسعه کسب و کارمون بهشون نیاز داریم تعیین کننده است. اگر شما در زندگی شخصیتون موقع صحبت کردن با دوستی خانواده‌تون متکلم وحده هستید و همیشه پایان اون صحبت به بحث یا دلخوری ختم میشه، اگه همین روش رو بخواید در تولید محتواتون پیش بگیرید و بدون در نظر گرفتن خواسته و علایق و شخصیت مخاطباتون باهاشون صحبت کنید و یک تولید کننده محتوای خودخواه و متکلم وحده باشید، هرگز پیشرفتی نخواهید کرد. میگن زندگی خیلی جدی نیست، اما دقیقاً کسانی به موفقیت رسیدن و در زندگی پیشرفت کردن که کار و روابطشون با سایر آدم‌ها رو به اندازه زندگی جدی گرفتن. آدم‌هایی که گفتگوی موثر رو بلدن و سعی می‌کنن خواسته و نیازشون رو به بهترین روش و موثرترین کلمات و در قالب دیالوگ با سایر آدم‌ها مطرح کنن. من تو دوره 96 تولید محتوا با همین باور به تولید محتوا نگاه کردم و به اندازه زندگی جدی گرفتمش. تولید محتوایی که صرفاً به فضای اینستاگرام محدود نمیشه و میتونه توانایی شما رو برای تولید کردن محتوا در ابعاد مختلف زندگی و در انواع فضاهای مجازی ارتقا بده. ما همیشه اینو شنیدیم که وقتی میخواید یه کاری رو شروع بکنید، اگر میخواید یه قدم مهم بردارید و اگر میخواید به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا بکنید، باید اول ذهنیتش رو برای خودتون ایجاد کنید. و ما فکر میکنیم که ذهنیت ایجاد کردن یعنی بشینیم به این فکر کنیم که ما میتونیم، ما موفق میشیم، ما انجامش میدیم و یه جورایی میشه گفت که مفهوم ذهنیت ایجاد کردن با انرژی مثبت دادن رو اشتباه گرفتیم. اولین قدم، یا بهتره بگم قدم صفر برای وارد شدن به عرصه تولید محتوا اینه که ما قبل از هر چیزی ذهنیت یک تولید کننده محتوا رو برای خودمون ایجاد کنیم. و حالا من میخوام خیلی ساده بهتون بگم که ایجاد کردن ذهنیت یعنی آمادگی. بیاید سختش نکنید. قدم صفر اینه که شما خودتون رو آماده کنید که وارد یه فضای جدید بشید که بتونید وارد عرصه تولید محتوا بشید. همین. حالا چطور میشه خودمون رو برای ورود به عرصه تولید محتوا آماده کنیم؟ بذارید یه خاطره براتون تعریف کنم. سالی که کنکور داشتیم، وقتی نزدیک شدیم به روزهای کنکور و اون التهاب و استرس روزهای آخر، یکی از استادامون اومد سر کلاس کنکور و گفت همه جزوه‌ها و دفتر و کتاباتون رو ببندید، درس دیگه بسه. پرسید کیا استرس روز کنکور رو دارن و تقریبا همه دست‌ها رفت بالا. استاد گفت بچه‌ها شما فقط نصف استرس روز کنکورتون برای درس نخوندنه، نصف دیگه‌اش به خاطر اینه که تصورتون از جلسه کنکور چیزیه که تو اخبار دیدید، یه سالن بزرگ و ترسناک که تهش پیدا نیست و قرار ساعت‌ها بشینید روی یه صندلی و به سوال‌ها جواب بدید در حالی که نمیدونید پشت سر و جلوی روتون چه خبره. همین ندونستن و نشناختن محیط بهتون استرس میده، در حالی که شاید خودتون متوجهش نباشید. گفتیم خب چاره چیه استاد؟ گفت چی؟ روز کنکور وقتی وارد سالن شدید برید تو سالن بچرخید، ببینید اونجا چند تا اتاق و کلاس هست، فاصلتون با در خروج و سرویس بهداشتی چقدره، به سقف نگاه کنید، پنجره ها رو بشمرید و خوب به اطرافتون نگاه کنید، طوری که انگاری رفتین اون سالن رو بخرید. بعد برید بشینید سر جاتون و ببینید که استرستون چقدر کمتر شده. حرف استاد برای ما مسخره به نظر اومد، چون توقع داشتیم یه تکنیک تست زنی بهمون یاد بده یا یه دور جزوه رو با همون مرور بکنه، نه اینکه بگه برید در و دیوار و سقف رو نگاه کنید. اما باید بهتون بگم که روز کنکور فرا رسید و ما که از استرس به هر چیزی چنگ می‌زدیم، تصمیم گرفتیم به حرف استادم گوش بدیم و تمام کارهایی رو که گفته بود انجام دادیم و نتیجه این کار برای من دقیقاً مفهوم آمادگی بود. من نیاز داشتم فضایی که میخوام 4 ساعت بشینم توش و به سوالات کنکور جواب بدم رو بشناسم. نیاز داشتم که با اون سالن غریبه نباشم و بدونم تا سرویس بهداشتی چقدر فاصله دارم. به اینها نیاز داشتم در حالی که خودم نمیدونستم و بعد از برطرف شدن این نیاز و شناخت محیط، استرسم دقیقاً نصف شد. میخوام بگم وارد شدن به فضای مجازی و شروع تولید محتوا دقیقاً مثل کنکور دادن تو همون سالن بزرگیه که تا حالا توش نبودیم. پس باید با آمادگی واردش بشیم که حداقل ذهنمون احساس غریبی نکنه. ما همیشه توی کلاس کوچیک در کنار معلم و همکلاسیایی که میشناختیمشون امتحان دادیم و حالا میخوایم بریم توی یه سالن بزرگ و کنار کسایی که تا حالا ندیدیمشون یه امتحانی بدیم که برامون سرنوشت سازه. همیشه ورود به یک محیط جدید و انجام دادن کاری که تا حالا انجامش ندادیم سخت و غیر ممکن به نظر میرسه، اما واقعیت اینه که اون کار غیر ممکن نیست، بلکه اطلاعات ما در موردش کمه. پس یکی از کارهایی که در جهت آماده شدن باید انجام بدیم اینه که بریم در مورد کاری که می‌خوایم شروع بکنیم اطلاعات به دست بیاریم.
جواب سوال هامون رو پیدا بکنیم و سعی کنیم که با اون فضای جدید آشنا بشیم. شناخت و آشنا شدن تصور غیر ممکن بودن رو از ذهن ما پاک میکنه و ما رو یک قدم به شروع نزدیکتر میکنه. اگه تا حالا هیچ وقت کسب و کاری برای خودتون نداشتید، اگر کسب و کار داشتید اما هیچ وقت براش تولید محتوا نکردید، اگر فکر میکنید که کار کردن توی فضای مجازی سخت و پیچیده است، باید بهتون بگم که دقیقاً جای درستی رو برای جواب سوال‌ها و رفع ابهاماتتون انتخاب کردید. اینجا ایستگاه اول تولید محتواست و قراره که در قسمت‌های بعدی دونه دونه جواب سوالاتتون رو بگیرید و آماده بشید. پس خوش اومدید. قبلی گفتم وارد شدن به فضا و عرصه تولید محتوا مثل وارد شدن به سالن کنکوره، همونقدر غریب و استرس‌زا. و حالا برای رفع این استرس و آماده شدن برای ورود بهش، باید به یه سری سوال‌هایی که توی ذهنمون هست جواب بدیم تا اون حس غریبگی و ناآشنایی برامون از بین بره. اولین سوالی که معمولا برای ورود به این عرصه از خودمون میپرسیم یا شاید برای شما هم پیش بیاد اینه که مگه میشه تو اینستاگرام فروخت؟ اما شاید سوال درست‌تر این باشه: چرا نشه تو اینستاگرام فروخت؟ فروختن تو اینستا برای شما عجیب، ترسناک و شاید غیر ممکن به نظر میاد، چون اطلاعات و دانشتون در مورد فروش در این فضا کمه و چون نمیدونید فکر میکنید نمیشه. بیاید اینستا رو مثل یه پاساژ تصور کنید که شما میخواید توش یه مغازه اجاره کنید و کسب و کارتون رو راه بندازید. چه چالش‌هایی پیش رو دارید؟ توی این پاساژ رفت و آمد هست؟ هزینه اجاره چقدره؟ یعنی کارم اینجا میگیره؟ چرا باید برای دکور و ویترین هزینه کنم؟ حالا برای گرفتن جوابش چیکار میکنید؟ شاید برید تو اون پاساژ و با فروشنده‌ها گپ بزنید و با یکی از هم‌صنف‌های خودتون مشورت کنید. یکم در مورد هزینه‌هاتون دو تا شارتا کنید و در نهایت باید یکم ریسک کنید و واردش بشید تا ببینید چی میشه. و در کنارش هم سعی کنید روی مهارت‌هاتون کار بکنید که به افزایش درآمدتون بتونه خیلی کمک بکنه. بعد که وارد شدید قطعاً با یه سری چالش روبرو میشید و در مسیر یاد میگیرید که چطور باید مانع‌ها رو از سر راهتون بردارید و با چالش‌ها مواجه بشید. اما هر چالش براتون یه تجربه میشه و شما تبدیل میشید به اون کسی که به نفر بعدی مشورت میده. سوال بعدی چیه؟ برای تولید محتوا چقدر سرمایه لازم دارم؟ شما حتی اگر بخواید یه مغازه 2 متری اجاره کنید و هر کسب و کاری رو شروع کنید، قطعاً هزینه‌تون از شروع تولید محتوا در اینستاگرام بیشتره. شما برای شروع و ورود به حوزه تولید محتوا در اینستا در ابتدا به سرمایه نیاز ندارید. کافیه شروع کنید. تکنیک‌های تولید محتوا رو یاد بگیرید و با همون امکاناتی که دارید بهشون عمل کنید. بعد وقتی یکم رشد کردید، درآمد کسب کردید، تجربه به دست آوردید، میتونید برای توسعه کسب و کارتون سرمایه کنار بذارید و هزینه بکنید. تجهیزاتتون رو تکمیل بکنید، لوکیشن برای کسب و کارتون در نظر بگیرید، محصولات یا خدماتتون رو توسعه بدید، تبلیغات کنید و غیره. خلاصه اصلا لازم نیست فکر کنید که در ابتدای کارتون سرمایه عجیبی نیاز دارید. به جاش باید چم و خم تکنیک‌های تولید محتوا رو یاد بگیرید. بعدش این سوال براتون پیش میاد که خب حالا اصلا تو اینستاگرام چی بفروشم؟ جواب این سوال کاملا به شخصیت، علایق و روحیه شما بستگیه. تولید محتوا در اینستا حوصله و عشق میخواد. باید براش زمان بذارید و مثل یه نهال بهش رسیدگی کنید تا تبدیل بشه به یه درخت تنومند. پس باید موضوع، خدمات و محصولی رو انتخاب کنید که بهش علاقه داشته باشید. اگر هر روز باهاش درگیر باشید ازش خسته نشید و با روحیاتتون همخوانی داشته باشید. ممکنه شما بشنوید که الان فروش لوازم آرایشی مثلا خیلی درآمددار و سود داره. اما آیا شما در حوصله و علاقه خودتون می‌بینید که هر روز برای لوازم آرایشی تولید محتوا کنید؟ اصلا خودتون از میکاپ کردن لذت می‌برید؟ اهلش هستید؟ اگر جوابتون به این سوال‌ها منفیه، پس قطعاً نباید برید سراغش. چون هر چقدر هم سودآور باشه، وقتی شما بهش علاقه‌ای ندارید، براتون مناسب نیست، چون نمیتونید فعالیت بکنید. پس در خودتون جستجو کنید و ببینید که چه کاری یا محصولی هست که بهش علاقه داشته باشید، پرداختن بهش هیچ وقت خستتون نمیکنه، حاضرید بابتش بها بدید، انرژی بذارید، نخوابید و دائما انگیزه انجام و ادامه اون کارو دارید. بچه‌ها اگر صرفاً برید سراغ یک حوزه‌ای که پولسازه و درآمدزایی یا شاید بازار بهش تشنه است، ولی شما میل و اشتیاق به کار کردن توی اون حوزه نداشته باشید، فقط سرمایه‌های زندگیتون رو از دست میدید. هم اعصابتون رو، هم زمانتون رو، هم پولتون. پس برید دنبال اون چیزی که وقتی دارید انجامش میدید اصلا نفهمید چقدر زمان گذشت، یا اگر وسطش یکی اومد گفت این کارو هم بکن، تو بیشتر اشتیاق داشته باشی اون کارا رو انجام بدی، نه اینکه بگی ای بابا ولش کن، حالا بذار ساعت کاری امروز تموم بشه تا فردا. ما اینجا ساعت کاری نداریم. باید انقدر اون کارو دوست داشته باشیم که دائم ساعت کار کردن برای خودمون، برندمون و پیجمون توی ذهنمون کوک بشه، تمدید بشه و ما واسه طولانی تر شدنش اتفاقا میل و اشتیاق داشته باشیم. سوال بعدی: من میخوام وارد فلان حوزه بشم اما انقدر زیاده و اشباع شده که میترسم وارد بشم، چیکار بکنم؟ تکرار میکنم. شما اگر به یه کار یا یه محصولی علاقه داشته باشید و از درگیر بودن هر روزه باهاش نه تنها خسته نشید بلکه لذت هم ببرید، قطعاً میتونید برای تولید محتواش طوری خلاقیت به خرج بدید که نسبت به بقیه محصولات و خدمات مشابهش متفاوت بشه و اشباع بودن بازار هیچ تأثیری روش نداشته باشه. سالهاست که لوازم آرایشی در زندگی خانم‌ها حضور داره. براشون مهمه
شاید بشه گفت که بازارش یکی از اشباع‌ترین بازارهاست. اما همچنان برندهای جدیدی دارن توی حوزه محصولات آرایشی فعالیت میکنن و برندهای جدیدی داره تولید میشه. هر روز به تعداد بلاگرهای آرایشی داره اضافه میشه. سبک‌های آرایشی جدید داره ترند میشه. محصولات جدیدی به محصولات آرایشی اضافه میشه. و تمام کسایی که سعی میکنن توی این حوزه خلاقیت و نوآوری داشته باشن ازش درآمد کسب میکنن و اشباع بودن بازار خنثی میشه برای اونا. پس مهم نیست که به قول معروف تو حوزه کاری شما چقدر تعداد دست زیاده و اشباع شده. کافیه که شما به اون حوزه علاقه داشته باشید و سعی بکنید درش خلاقیت به خرج بدید. و قطعا در پایان دوره 96 تکنیک های یاد میگیرید که به واسطهشون میتونید محتوای خلاقانه، کاربردی و جدید تولید بکنید. این 4 تا سوالات مشترک تمام کسانی هستند که میخوان تازه وارد این فضا بشن و اگر در ابتدای راه بهشون پاسخ ندید میتونن شما رو به بیراهه ببرن و باعث بشن که مضطرب، گنگ و خیلی سردرگم وارد حوزه تولید محتوا بشید. پس یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. اینستاگرام جای مناسبی برای فروش و کسب درآمد هست و اگر فکر میکنید اینطوری نیست، دلیلش اینه که اطلاعاتتون کمه که خب با دیدن 96 و عمل کردن بهش قطعا این مشکل حل میشه. در ابتدای راه تولید محتوا شما نیازی به سرمایه ندارید، پس با هر امکاناتی که دارید فقط شروع کنید. اشباع شدن در اثر مرگ خلاقیت به وجود میاد. پس با تقویت توانایی هاتون میتونید هر محصول و خدمات اشباع شده ای رو دوباره زنده کنید. و 4، اگر نمیدونید چی بفروشید و وارد چه حوزه‌ای بشید، بگردید لطفاً دنبال علاقتون، نه بازار. عده هستن که طرفدار دو آتیشه فوتبالن و در مقابلشون عده‌ای هستن که هیچ حس خاصی نسبت به فوتبال ندارن. اونایی که طرفدار دو آتیشه فوتبالن عاشقانه فوتبال رو دنبال میکنن، ازش لذت میبرن و اصلا فوتبال بخش مهمی از زندگیشونه. این افراد زمین بازی فوتبال رو خیلی خوب میشناسن، میدونن که پست هر بازیکن چیه، جاش کجاست، چه حرکتی کارت زرد میگیره، چه کاری خطاست و چه چیزی باعث اخراج شدن میشه، چه چیزی باعث محروم شدن میشه، تکنیک هر بازیکن چیه و هر تیمی چه استراتژی داره. اما اونایی که از فوتبال لذت نمیبرن، فوتبال رو چیز مسخره‌ای میدونن که 22 نفر افتادن دنبال یه توپ و هیچ معنی دیگه‌ای براشون نداره. بیاید اینستاگرام رو مثل زمین فوتبال در نظر بگیرید. اگر تو باغ نباشید و ندونید این بازی چه قوانینی داره، چه نبایدها و ممنوعیت‌هایی داره، محوطه جریمه‌اش کجاست، بازیکن‌ها چه اختیاراتی دارن، قطعاً از این بازی لذت نمیبرید. کل 90 دقیقه حوصله‌تون سر میره و خدا به دادتون برسه اگه بازی به وقت اضافه کشیده بشه. و این هم در نظر بگیرید که شما مجبورید بشینید و این بازی رو تحمل کنید، چون بقیه دارن بازی رو میبینن و ازش لذت ببرن. پس حالا که چاره‌ای نیست جز تماشای فوتبال، بیایید یه کاری کنید که ازش لذت ببرید. بیایید بشناسیمش. اگه کل اینستا زمین فوتباله، پس پست و ریلز و ویدیو و استوری مثل بخش‌های مختلف زمین فوتبالن. بازیکن‌ها مثل محتوای ما هستن که با توجه به توانایی‌هاشون تو قسمت‌های مختلف زمین بازی میکنن. تمام فعالیت‌هایی که بازیکن‌ها در هر پستی انجام میدن یه هدف داره: رسوندن توپ به دروازه. دقیقاً مثل کلیت پروسه تولید محتوا. یعنی ما مجموعه محتواهایی که تولید می‌کنیم برای رسیدن به فروش، دیده شدن و جذب مخاطبه و تمام اینها حتماً باید کنار هم دیگه قرار بگیرن تا این نتیجه حاصل بشه. دقیقاً مثل فوتبال که یه بازی تیمیه. بازیکن‌ها باید تو زمین فوتبال جا و پست مشخص داشته باشن. در عین تکاپو نظمشون رو حفظ کنن و محوطه جریمه رو خوب بشناسن. این یعنی ظاهر پیج، یعنی هویت بصری، چیدمان، استفاده درست از فونت، رنگ، انتخاب لوگوی درست. و یادمون باشه که این بازی هم داور داره هم تماشاگر. خود پلتفرم اینستا نقش داور رو داره. 2 تا چشم داره، 4 تا هم قرض کرده که ببینه شما کجا خطا می‌کنید، چه کاری رو بیش از حد تکرار می‌کنید، کجا عکس العمل اشتباه از خودتون نشون میدید و منتظره که بهتون اخطار بده یا حتی اخراج و محرومتون کنه. و تماشاگرهای فوتبال مشتری اول و آخر شما هستن. کسانی که بازی رو بلدن، چشم دوختن به حرکات شما و منتظرن که تشویقتون کنن یا براتون هو بکشن. و اگر این تماشاگرها نباشن، کسی نیست که از تماشای شما لذت ببره و بهتون انگیزه بده. میدونم ممکنه همین الان با خودتون بگید که خب من هیچی از حرفات نفهمیدم چون هیچ شناختی از فوتبال و قوانینش ندارم. اشکال نداره. شما فقط باید اینو درک کنید که چاره‌ای جز یاد گرفتن اجزا و قوانین فوتبال ندارید. پس بهتره به جای یه گوشه نشستن و لذت نبردن، گوشیتون رو بردارید و هر سوالی در مورد این بازی دارید رو سرچ کنید و ازش مطلع بشید. اگر هیچ اطلاعاتی در مورد اینستاگرام ندارید، همین الان برید در مورد امکانات، اجزاش سرچ کنید و باهاشون آشنا بشید. قدم بعدی با من قراره تو دوره 96 بهتون بگم که هر کدوم از امکانات و بخش‌های اینستاگرام به چه دردی می‌خوره. باید باهاش چیکار کرد، با چه تکنیکایی ازش پول درآورد و دیده شد. تقریبا دیگه هیچ کاری ندارید جز اینکه یه ظرف تخمه بذارید جلوتون و این بازی رو با من تماشا کنید و یاد بگیرید و ازش لذت ببرید. رسیدیم به پایان ایستگاه اول تولید محتوا، یعنی ایستگاه نیاز.
بعد از سالها فعالیت در حوزه تولید محتوا و کار کردن با بیش از 1000 تا برند، به جرئت بهتون میگم که شما برای شروع تولید محتوا به هیچ چیزی غیر از این مواردی که توی این ایستگاه اول بهش پرداختیم نیاز ندارید. یه بار دیگه با هم دیگه جمع‌بندی رو مرور می‌کنیم. یکی این که محتوا زندگیه و ما تولید کننده هاش هستیم. هر چیزی که بین ما و جهان اطرافمون رد و بدل میشه محتواست. پس محتوا به اندازه زندگی مهمه و این ما هستیم که تصمیم میگیریم محتوای این زندگی رو چطوری بسازیم. 2. ورود به هر کاری در هر حوزه‌ای نیاز به آمادگی داره. پس ما اگر می‌خوایم وارد حوزه تولید محتوا در اینستاگرام بشیم، باید براش آمادگی داشته باشیم و ذهنمون رو برای فعالیت در محیطی که تا حالا تجربه حضور توی اون رو نداریم آماده بکنیم. مورد سوم، چطوری میشه برای ورود به این فضا آماده بشیم؟ با پیدا کردن پاسخ سوالاتی که جوابشون برای ما گنگ هستن و ندونستن این پاسخ‌ها باعث شده که برای شروع بترسیم و مضطرب بشیم. سوالاتی مثل این که مگه میشه توی اینستاگرام فروخت؟ بله، اگه فکر میکنید نمیشه توی اینستاگرام فروخت، دلیلش این نیست که واقعا نمیشه. دلیلش اینه که شما الان تکنیک‌های تولید محتوای موثر که منجر به فروش بشه رو بلد نیستید. اما قرار دوره 96 یادشون بگیرید. پس میتونید بفروشید. برای شروع تولید محتوا سرمایه لازمه؟ خیر. بزرگترین سرمایه برای شروع فقط خودتونید. همتتون و پشت کارتون و اینکه کمال‌گرایی رو بذارید کنار. تمام کسانی که توی این حوزه به موفقیت رسیدن و اهدافشون رو تیک زدن، در شروع کارشون به جز خودشون کسی رو نداشتن و صرفاً تلاش کردن و ناامید نشدن و به مرور زمان تونستن برای خودشون تجهیزات تهیه کنن، امکاناتشون رو توسعه بدن. تو اینستاگرام چی بفروشیم؟ بریم سراغ چه محتوایی؟ واقعاً جوابش پیش خودتونه. به چی علاقه دارید؟ چه کاری هست که هر روز از انجام دادنش خسته نمیشید؟ چه محصولی هست که اگر هر روز راجع بهش صحبت بکنید کلافه نمیشید؟ چه کاری رو با عشق انجام میدید حتی اگر خسته باشید؟ برای چه کاری همیشه وقت دارید؟ جواب دادن به این سوال‌ها میتونه بهتون بگه که باید چه حوزه‌ای رو برای تولید محتوا انتخاب بکنید. حوزه‌ای که مد نظرمه خیلی اشتباه شده. من چیکار کنم؟ هیچ محتوایی نیست که نشه از تکرار خارجش کرد. اشباع شدن یعنی افتادن توی لوپ تکرار. اما در تمام حوزه‌هایی که اشباع شده، باز هم یه سری افراد هستند که خلاقیت به خرج میدن و اون محتوا و محصول خدمات رو از تکراری بودن خارج میکنن و کسب و کارشون هم خیلی خوبه. پس به جای غر زدن و اشباع بودن بازار و این داستان‌ها، بیاید تلاش بکنید برای نوآوری. مورد چهارم، شما هیچ چیزی از دیگرانی که دارن توی این عرصه فعالیت میکنن و موفق هستن کم ندارید. این توهم که بقیه با پول و پارتی و حمایت دیگران رشد کردن رو از ذهنتون پاک کنید و صرفاً روی پشت کار خودتون تمرکز کنید. انقدر خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید. استمرار مهمترین عامل موفقیت و نه تنها لازم نیست که شما در ابتدای راه بهترین خودتون باشید، بلکه بهتره که در مسیر یاد بگیرید و رشد و پیشرفت کنید و کمال مد نظرتون رو در واقع تاچ کنید و بهش برسید. مورد پنجم، اگر هیچ شناختی از اینستا و امکاناتش ندارید، نذارید این عدم شناخت مانع پیشرفت شما بشه. با یه سرچ ساده میتونید مختصات و ساختار اینستاگرام رو بشناسید و بعدش برید تو دل 96 تا من بهتون بگم که چه کارهایی میشه توی این پلتفرم کرد و چطوری دیده شد و به فروش رسید. اگه آماده اید، بریم سراغ ایستگاه دوم. ما خیلی وقته که عادت کردیم هر جا میخوایم بریم با ویز بریم، حتی جاهایی که بلدیم و قبلا رفتیم. درسته که اکثر باباها با ویز مخالفن و ازش استفاده نمیکنن و خودشون شهر رو مثل کف دست بلدن مثل نیمای ما. اما خب از یه طرف هم استفاده از ویز چیز بدی نیست. نزدیکترین راه و کم ترافیک ترین راه رو بهمون نشون میده و در عوض موقع رانندگی میتونیم با خیال راحت با بغل دستیمون حرف بزنیم یا موزیک گوش کنیم و خیالمون راحت باشه که یکی هست که راهو بلده و ما رو به مقصد میرسونه. رسیدن به تولید محتوای کاربردی، اثرگذار و اصطلاحاً بفروش هم یک مقصده که اتفاقاً راهی پرپیچ و خم و پردست اندازه که خیلی هم جاده فرعی و ترافیک داره. پس بهتره به ویز تولید محتوا ایمان بیاریم و ازش استفاده بکنیم که با کمکش بتونیم از مسیرمون بیشتر لذت ببریم و تمرکزمون رو نذاریم روی پیدا کردن مسیر. تصور می‌کنیم که شما الان روی مبل خونتون نشستید و فقط دلتون می‌خواد وارد حوزه تولید محتوا بشید و هیچ چی دیگه نمیدونید از کجا شروع کنید، از چه مسیری برید و چطور به مقصد برسید. پس من بهتون ویز تولید محتوا رو میدم که یک پیش زمینه‌ای از مسیر پیش روتون داشته باشید و بقیه تمرکزتون رو بذارید روی حرکت و شروع مسیر. 1. انتخاب عنوان. اولین قدم در ویز تولید محتوا به شما میگه که اصلا توی چه عنوانی میخواید تولید محتوا کنید. مثلا روانشناسی. 2. انتخاب موضوع. قدم بعدی اینه که خب حالا بیاید توی روانشناسی هیته و موضوع مشخص رو انتخاب بکنید. مثلا روانشناسی کودک.
3. نقطه مطلوب میگه خب تو به روانشناسی علاقه داری، اینو بذار کنار، دیگه چی بلدی؟ چه نقاط قوتی داری؟ تو چی استعداد داری؟ به چه چیزی علاقه داری؟ آشپزی، نقاشی، گویندگی؟ بیا این توانایی و استعدادت رو با روانشناسی تلفیق کن و به وسیله این علاقت تو کار خلاقیت و نوآوری به وجود بیار. 4. آرکیتایپ و پرسونا. تو چه شخصیتی داری؟ قرار مخاطب‌های تو چه گروهی از جامعه باشن؟ باید با چه ادبیاتی با اونها صحبت بکنی و چه ادبیاتی رو برای برندت انتخاب بکنی؟ با چه لحنی تولید محتوا کنی؟ نقطه اشتراک شخصیت تو و شخصیت برندت کجاست؟ 5. انتخاب اسم. حالا که فهمیدی عنوان و موضوع پیجت چیه و نقطه مطلوبت رو هم پیدا کردی و آرکیتایپ و پرسونای برندت هم شناسایی و انتخاب کردی، بیا با توجه به تمامی این موارد یه اسم باحال برای پیجت و برندت انتخاب بکن. 6. هویت بصری. بالاخره ظاهر هم مهمه دیگه، پس بیا یه دستی بکش رو سر و روی پیجت، لوگوی درستی انتخاب بکن، رنگ و ترکیب بندی چیدمان پیجت رو با توجه به آرکیتایپ و پرسونای برندت مشخص کن و برای پیجت یه ظاهر محترم و مناسب بساز. 7. تقویم محتوایی. همه این کارها رو کردی، حالا نوبت اینه که بیای برای تولید محتوا برنامه‌ریزی کنی. یعنی چی؟ موضوع پستات چیه؟ قرار جنس و قالبش چی باشه؟ ریلز، عکس، استوری چی؟ توی یک ماه قرار چند تا پست بذاری؟ چند تا استوری؟ چند تا ریلز؟ چند تا لایو؟ هر محتوایی باید تو چه تاریخی بارگذاری بشه؟ این یعنی تقویم محتوایی. 8. تکنیک. حالا که تقویم محتواییت رو نوشتی، باید مشخص کنی که هر محتوا باید با چه تکنیکی ساخته بشه. که خب شما الان دقیقاً برای همین دارید این دوره رو می‌بینید. برای اینکه من 96 تا تکنیک بهتون یاد بدم که محتواتون رو باهاش بسازید. 9. قلاب. هر محتوایی باید قلاب داشته باشه. حالا قلاب چیه؟ بخشی از محتوا که به اصطلاح گیر میکنه به ذهن و دل مخاطب و وادارش میکنه که اون محتوا رو تا آخر ببینه. در مورد قلاب هم به صورت مفصل صحبت میکنیم و میشکافیمش تا براتون جا بیفته. کال تو اکشن یعنی اقدام به عمل یا CTA. یعنی محتوای شما باید در نهایت از مخاطب یک واکنشی بگیره و مخاطب ساده از کنارش نگذره. این واکنش میتونه یه لایک ساده باشه، میتونه کاری باشه که مخاطب بعد از دیدن محتوای شما ترغیب میشه به انجام دادنش، حتی برای خودش. مورد بعدی کپشن نوشتن به ظاهر کار سختی نیست، اما اون هم تکنیک‌های خودش رو داره و میتونه مکمل محتوای اصلی باشه و به دیده شدن و تاثیرگذاریش کمک بکنه. مورد بعدی بارگذاری. یکم مونده تا به مقصد برسید دیگه، اینجا هم کارهای لازم رو کردید، حالا باید محتواتون رو بارگذاری و پست کنید و تمام. حالا که ترتیب مراحل رو متوجه شدید، بریم که یکی یکی بازشون کنیم، به جزئیاتشون بپردازیم و ببینیم که چطور باید به بهترین شکل انجامشون بدیم. تشخیص و انتخابش گاهی میتونه انقدر پیچیده و گنگ بشه که خیلی از شما میخواید وارد حوزه تولید محتوا بشید، همین اول راه بیخیالش میشید و تو همین مرحله گیر میکنید. تعداد افرادی که سال هاست میگن دوست دارم تو اینستاگرام این کارو بکنم، این محتوا رو تولید بکنم، این موضوع رو آموزش بدم، اما شروع نمیکنن، انقدر زیاده که اگر همشون این قسمت رو خوب ببینن، احتمالاً فردا جمعیت کاربرهای اینستاگرام 2 برابر میشه. افراد زیادی هستن که شاید شما هم جزشون باشید. ماها و سال هاست که میگن میخوام پیج آشپزی بزنم، میخوام پیج روانشناسی بزنم، میخوام زبان فرانسه آموزش بدم و غیره. مشکل دقیقاً همینجاست. بچه‌ها تمامی اینها عنوان هستن. ما نمیتونیم برای یک عنوان تولید محتوا کنیم و برای اینکه مسیر تولید محتوامون درست باشه و بتونیم محتوای کاربردی رو به درد بخور بسازیم، باید وارد این عنوان‌ها بشیم و حالا یه موضوع رو برای خودمون مشخص کنیم. آشپزی یه عنوان کلیه. موضوعاتش چیاست؟ آشپزی وگن، آشپزی هلسی، انواع غذاهای ایتالیایی، غذای ایرانی، فست فود، جانک فود، آشپزی برای بچه‌ها و خیلی چیزای دیگه. روانشناسی یک عنوان کلیه. موضوعاتش چیه؟ روانشناسی کودک، زناشویی، خانواده، اضطراب و افسردگی، اعتیاد، اختلال جنسی، بلوغ، طرحواره و غیره. انتخاب موضوع به شما کمک میکنه که دقیق بدونید از جون تولید محتوا چه میخواید. باعث میشه گیج نشید و بدونید دقیقاً باید چی بگید، چی کار کنید و چه امکاناتی برای تولید محتواتون نیاز دارید. در ضمن یادتون باشه که موضوعی که انتخاب میکنید هر چقدر تخصصی تر باشه، محتوایی که براش تولید میکنید کمیاب‌تره و خاص‌تره و شما رو از بازار اشباع دور میکنه. انتخاب اسم برند به اندازه انتخاب کردن اسم بچه مهمه و حساس. و این نکته حتی اگر فکت علمی نداشته باشه، اما درسته که میگن انتخاب اسم تو سرنوشت تو رو مشخص میکنه. چطور برای برندمون بهترین اسم رو انتخاب بکنی؟ برای انتخاب اسم برند فقط علاقه داشتن به یک اسم کافی نیست. اشتباه نیست اما کافی نیست. اگر میخواید اسمی رو انتخاب بکنید که یونیک و در عین حال مرتبط با پیج و محصول خدماتتون باشه، باید این دو تا موردی که میگم رو در نظر بگیرید. یک، حسی که نسبت به کسب و کارتون، محصولی که میخواید بفروشید و یا خدماتی که میخواید ارائه بدید چیه؟
باید انتخاب اسمتون برگرفته از اون احساس باشه. 2. انتخاب کلماتی که به طور مستقیم با اون محصول و خدمات مرتبط نباشن، بلکه ارتباط غیر مستقیمی داشته باشن. این روش باعث میشه که اسمی که انتخاب میکنید در عین حال که با مسما مرتبطه اما کلیشه و تکراری نیست. مثلا برای برند لباس، یه مزون لباس، اسمای کلیشه‌ای میشه تنپوش، تنساز، خوشپوش، از این دست اسما. اما یه اسمی مثل بوبین به معنای ماسوره در چرخ خیاطیه که هم به مزون لباس مرتبطه، هم تکراری و کلیشه‌ای نیست. یا اگر سالن زیبایی دارید، بهتره به جای اینکه از اسم‌های استفاده کنید که توش زیبا، چهره یا از این دست اسم‌ها داره، برید سراغ اسم‌هایی که به طور غیر مستقیم به زیبایی ربط داشته باشن. نکته مهم اینجاست که اسمی که انتخاب می‌کنید در عین خاص بودن نباید خیلی طولانی و غیر ملموس باشه. آدم‌ها باید بتونن اسم برند شما رو به خاطر بسپارن. سعی کنید اسمی انتخاب کنید که تو ذهن مخاطب تصویر ایجاد کنه و معنا داشته باشه. از لحاظ روانشناسی چیزی که در ذهن افراد تصویر داشته باشه، بیشتر به خاطرشون میمونه. اگر یه جاهایی هم نمیتونیم این تصویر رو القا بکنیم، اسلوگان ها و تگلاین ها به کمک ما میان که ما بیایم اسم رو بیشتر توضیح بدیم یا تصویری به مخاطب توضیح بدیم که برند ما رو به خاطر بسپاره. حالا راجع به اسلوگان و تگلاین کاملا باهاتون صحبت می‌کنم. توجه داشته باشید اسمی که انتخاب می‌کنید باید توی اقلیم خودتون معنا و مفهوم بدی نداشته باشه، یا اگر با یه پسوندهایی ما خواستیم اون رو معرفی کنیم، مثلا دامنه‌های .com و .ir، ترکیبشون با اون دامنه اسم بدی از آب در نیاد. ما یه مشتری داشتیم که اسم برندش کیکی بود، اسم برندش هم خیلی دوست داشت، ولی زمانی که ما اومدیم دامنه آی آر رو براشون گرفتیم و وقتی می‌خواستیم بیلبورد بزنیم، شما تصور کنید که چه اسمی روی اون بیلبورد به نمایش گذاشته میشد. خب صورت خوبی نداشت، پس باید اسم تغییر پیدا کرد. یکی از تکنیک‌هایی که میتونید استفاده بکنید برای ساخت اسم برندتون، تکنیک کوینیجه. یعنی ما میایم یه کلمه جدیدی میسازیم. شاید این کلمه جدید یه پسوندی داشته باشه که اصلا معنای خاصی نداشته باشه، یا شاید یه کلمه معنادار باشه، ما اومدیم آواش رو تغییر دادیم یا فرمش رو یه تغییر کوچیکی دادیم و اصلا کلا یه کلمه جدیدی درست کردیم که شاید هیچ معنی نداشته باشه، اما برگرفته شده از یه کلمه معنادار به علاوه یه تغییر کوچیک یا اضافه کردن یک پسوند حالا معنادار یا بی معنا. به این تکنیک میگن کوینیج کردن، یعنی ما یک اسمی رو از نو خلق میکنیم. مثلا یکی از برندهای معروفی که اسمش دقیقاً با همین تکنیک انتخاب شده، برند گوگله که اومده از یک کلمه‌ای به اسم گوگل، GOOGOL، خب به معنای توالی بین 0 تا 100، از 0 تا 100، 10 به توان 100 یا یه 1 به 100 تا 0 جلوشه گرفته شده. کار بگه این همه ما داده داریم، این همه اطلاعات داریم، اومده از این کلمه که این معنا داره استفاده کرده، آخرش رو تغییر داده، ال ای گذاشته شده گوگل. یا مثلا معنی کلمه زیراکس، الان اگر دقت کرده باشید خیلی از ماها به کپی گرفتن، فتوکپی گرفتن میگیم زیراکس گرفتن. خب اولین کمپانی که اومد این دستگاه فتوکپی رو درست کرد، به خاطر اینکه از تکنیک برداشت مستقیم جوهر استفاده نمی‌کرد، اومد از کلمه زیرو یعنی صفر جوهر الهام گرفت و زیرو رو با یه ایکس به هم دیگه چسبوند، شد زیراکس. کلا این کلمه جدیده که الان مثلا اومده جای کلمه فتوکپی رو گرفته. انقدر که این برند خوب کار کرد. یا مثلا چرا راه دور بریم، کلمه اسنپ، یعنی اومدن از کلمه اسناد الف و سین و نونش رو برداشتن اسن، از کلمه پیشرفته پش رو برداشتن به هم چسبوندن شده اسنپ. یا مثلا کلمه دیجیکالا که اصلا یه همچین ترکیبی به صورت اصولی وجود نداره دیگه. دیجی کلمه انگلیسی، کالا کلمه فارسیه، ولی در ترکیب داره به ما حس یه کالای دیجیتال رو میده. خب پس ما اومدیم کوینیج کردیم، یعنی یه کلمه جدیدی ساختیم که از دو تا ترکیب، یک انگلیسی که فارسیه. یا مثلا برند سیبلا اومده از کلمه سیب استفاده کرده، تاش یک لا اضافه کرده که صرفاً خوش آواتر بشه، تکراری نباشه، مثلا مفهوم خاصی همون لا نداره. یا مثلا برند گیلانه که اومده یه ه به گیلان اضافه کرده، فرمش رو تغییر داده، یه ذره خوش آواتر، جدیدتر، مدرن‌ترش کرده که میگه آقا ما اینجا غذای گیلکی سرو می‌کنه، در صورتی که اصلا خود گیلانه یه روستایی سمت غرب، سمت کردستان کرمانشاه. مدل بعدی استفاده از کلمات واضح و توصیفیه، بهش میگن دیسکریپتیو. یعنی ما می‌خوایم کاملاً توی کلماتمون بگیم که می‌خوایم چی کار بکنیم یا توضیح بدیم که محصول و خدمات ما چیه. مثلا برگر کینگ مستقیم میگه من برگر دارم و پادشاه برگرهام. یا مثلا پیتزا هات مستقیم داره میگه اینجا داغ بهتون پیتزا میدیم. یا مثلا تو برندهای ایرانی خیلی استفاده‌های خلاقانه از این موضوع شده، یعنی اومدن یه ترکیبی درست کردن که علاوه بر اینکه کاملا داره توصیف میکنه که من دارم چیکار میکنم، اما ترکیبه داره خودش یه کلمه جدید میسازه، مثل جانان که برند یک بیکریه یا نونواییه که حالا میتونه قنادی هم باشه. مدل خیلی سادهش هم میشه برندهایی مثلا خانه کتاب، شهر کتاب. اینا برندهایی هم که دارن کاملا توصیف میکنن آقا ما اینجا یه شهریم که پر کتاب باشه. مدل بعدی بهش میگن متافور یا مستعارسازی، از مفاهیم یا عناصر غیر مستقیم به عنوان نماد یا متافور برای ایجاد اسم برند استفاده میکنیم. یعنی ما میایم یک چیزی رو که نماد یک چیز دیگه ایه، اون نماده به برند ما میخوره، ما از اون اسم استفاده میکنیم. شاید خیلی هم بی‌ربط. مثلا میدونستید که سیب نماد سادگی و در عین حال کماله، یعنی هیچی نداره، خیلی ساده است ولی خیلی کامله، که برند اپل به خاطر همین استفاده شده، چون اومده از نمادش استفاده کرده که ما ساده ایم، مینیمالیم ولی کاملیم.
یا مثلا جنگل‌های آمازون نماد اینه که بسیار تنوع جانوری و گونه‌های گیاهی توش زیاده، هم شلوغه، هم همه چی هست، هم متنوع. تو فکر کن اون جنگل نماد اینه، یک فروشگاه آنلاین میاد اسمشو میذاره آمازون، یعنی ما به همون اندازه محصولات زیاد داریم و متنوع. یا مثلا برند زیگورات تو اشکال هندسی نماد پیچیدگی و تنوع. خب این برند میخواد از ویژگی پیچیدگی و تنوع استفاده بکنه، اسم برندش میذاره زیگورات. متوجه شدین؟ یعنی میاد یه چیز دیگه ای که نماد یه چیز دیگه است، اون نماده اگه به برند خودش بخوره از اون کلمه استفاده میکنه. یا یه جاهایی ما میتونیم ترکیب بکنیم، مثلا کلمه پروتکت خیلی واضحه که به معنای حفاظه. خب ما میایم یه کلمه بی معنا یا آوای بی معنا یا سیلاب بی معنا بهش اضافه میکنیم، کلمش پروتکس. خب هم مستقیم داریم میگیم که آقا محصول ما محصول محافظتیه، هم یه اکس بهش اضافه کردیم که دیگه یاد در و پنجره نیافتیم دیگه و بیایم بگیم ما نماینده محافظت و پوشش در محصولات بهداشتی هستیم. مدل بعدی استفاده از اکرونیمز ها یا اختصار هاست. از حروف اول کلماتی که به برند یا موضوع مرتبط هستن ما میایم اختصار میسازیم. معروفاش چیه؟ مثلا ناسا که سازمان ملی فضایی آمریکا، یا مثلا برند ایکیا که این حروفی که دارید میبینید ابتدای اسم سازنده های این برند بودن، یا مثلا بی ام دبلیو یا بی ام و که خیلی حالا به شوخی میگن این مخفف برینگ می وومنه، یعنی با من خانم ببر، ولی در اصل بایرش موتنویک است. یا برند مپنا که مخفف ماشین سازی پارس نویناسیا است، یا آپ مخفف آژانس تبلیغاتی آراد پژوهان یا آسان پرداخته. یکی دیگه از مواردی که میتونیم یاد بگیریم و ازش استفاده بکنیم برای نامگذاری تکنیک استفاده از معانی مخفیه یا دابل آنتندره. یعنی چی؟ یعنی یه کلمه‌ای که دو تا معنی داره، یه معنی واضح داره، یه معنی مخفی داره و ما میایم از جفتش یه جورایی استفاده میکنیم. مثلا برند سابوی درسته که به مترو اشاره داره و شاید شروع کارشون توی متروها بوده، ولی اولین مغازه چون زیرزمین بوده معنی دوم سابوی زیرزمین بوده و اسمشون رو گذاشته بودن در واقع زیرزمین، ولی خب دو تا معنی داره و بعداً تونستن رو معنی دومشون هم سویچ بکنن. مثلا برند داو هم به معنای کبوتره، کلمه داو که اگر دقت کرده باشید توی لوگوش از این شکل استفاده کرده، هم به معنای نرمی و آرامشه که معنی دومش رو اومده بیشتر توی اسلوگان تگلاینش استفاده کرد. یعنی ما میتونیم از اسم‌هایی استفاده بکنیم که دو تا معنی و مفهوم یا چند تا معنی و مفهوم داشته باشن. ببینید وقتی شما از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنید یه جورایی دارید میگید که آقا ما الله‌بختکی این اسم رو انتخاب نکردیم، یک داستانی پشتش بوده که این اسم زایده شده. بعد وقتی میایید داستان رو تعریف می‌کنید، هر چقدر ویژگی‌های منحصر به فرد خاصی داشته باشه داستان شما، مثل اینکه دو تا معنی داره، سه تا معنی داره، تو ژاپنی شکلیه، تو اروپایی شکلیه، حالا معنی دومش هم اینه، تازه شکلش هم اینه، هر چقدر بیشتر بتونید راجع به اسم برندتون صحبت بکنید، یعنی داستانتون جذاب‌تره، اون اسم قوی‌تره. و اگر داستان رو تعریف بکنید مخاطب‌ها داستان شما رو به خاطر میسپارن، تصویرش رو میسازن و در نهایت اسم برندتون توی ذهنشون ماندگار میشه. مدل بعدی مدل استفاده کردن از زبان‌های محلی یا لوکالیزیشنه. ببین زبان محلی به معنای مثلا فقط ترکی و فارسی و کردی و اینا نیست، یعنی منظور زبان محله‌های کاریتون هم حتی حساب میشه. مثلا ببینید یه اصطلاحی توی صنف شما خیلی زیاد داره تکرار میشه، اون مختص صنف شماست. یا مثلا شما فرض بکنید که طرف میاد اسم رستورانشو میذاره لوتی، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو دل بازاره و اونجا لوتی خیلی داره استفاده میشه و آدم‌ها نسبت به کلمه لوتی احساس خوبی دارن، خیلی هم شنیدنش. اون موقع یه رستوران میاد وسط دل بازار اسمشو میذاره لوتی، معنی و مفهوم داره. اگر همون لوتی رو بیای بذاری مثلا تو فرمانیه شاید نخوره. پس تو میای از اسمی که توی صنفی که هستی و محیط اطرافت خیلی داری میشنوی و خیلی کاربرد داره استفاده می‌کنی، متناسب با اون محله‌ای که توش قرار داری نامگذاری درستی انجام میدی. مثلا شما نگاه بکنید اسم علی بابا اسم یک کاراکتریه که تو فرهنگ چین خیلی داستان معروفیه، تو فرهنگ مصر خیلی داستان معروفیه. کلا همه آدم‌ها کاراکتر علی بابا رو میشناسن، یه آدمی که همه جا سر میزنه، کلی هم وسیله به خودش حمل میکنه. بعد نگاه بکنید این آدم میاد میشه اسم دو تا برند، یه برند خارجی که آنلاین شاپ، یه برند داخلی که نماینده سفره. یا مثلا ممکنه ما خیلی استفاده بکنیم از این کلمه که بابا با ما باش، با ما مسافرت کن، با ما بیا بریم اینجا، با ما فلان کن. این با ما یه چیزی که خیلی داره تکرار میشه، خب میان استفاده میکنن ازش که با ما ماشینتو انتخاب کن. یا مثلا دیوار کاملا دو تا معنی داره، یعنی تو ذهن ما یک دیواره یا دیوار اعلاناته، به خاطر اینکه ما خیلی عادت داریم که ببینیم که یک پیغامی رو روی دیوار به ما نمایش داده بشه، یعنی چسبونده بشه. خب پس اسم برند دیوار هم از همین تکنیک استفاده شده. تو نگاه اول یک دیواره و معنی دوم دیوار اعلاناته که میشه در واقع محل آگهی‌های شما. یا مثلا برند گل رنگ، خب هم به معنای گل رنگیه، هم به معنای رنگ گله، هم اسم یه لباس محلیه که طرحش گل‌های رنگیه. ببین چند تا معنا داره. وقتی که چند تا معنا داره و این اسم انتخاب میشه، در واقع خیلی راحت هم میتونیم راجعش داستان بگیم، حرف بزنیم، عکس نشون بدیم و این باعث میشه که مخاطب اون اسم ما رو به خاطر بسپاره. یه مدل دیگه استفاده از اسم شخصه که بهش میگن فاوندرز نیم، که میتونید اسم یا نام خانوادگی بنیانگذار اگر خودتون هستید پرسونال برند بکنید و اسم خودتون رو روی برندتون بذارید. برندهای معروفی هم تو دنیا وجود داشتن که ما الان اون برند رو به اسم فامیلی اون خانواده میشناسیم، مثل فورد، مثل مکدونالد، مثل مرسدس بنز،
مثل فررو، اینا همه برندهایی هستن که از اسم بنیانگذار ایده گرفته شده. مدل دیگه استفاده از لغات خارجیه. یعنی میان چیکار میکنید؟ میان کاری که دارین انجام میدین رو خب خوردش میکنید. ببینید که چه ابزاری توشه، از چه تکنیک هایی استفاده میشه، اصلا چه چیزایی توشه. بعد همه اون چیزها رو میتونید برید سرچ بکنید تو زبانهای دیگه و ببینید چه کلمه خوشگلی براش پیدا میکنید که بیان ازش استفاده بکنید. ببین مثلا شما دارید کار دوخت انجام میدید، مثلا کار مزون لباس انجام میدید. خود لباس رو نگاه کن، یقه داره، آستین داره، نمیدونم پیلی داره، کش داره، نخ داره، دوخت داره، بافت داره، همه اینا رو داره. بعد خب همه اینا چجوری درست میشه؟ با قیچی بریده میشه. چرخ خیاطی داره، خود چرخ خیاطی کلی تیکه و جزء مختلف داره، اجزای مختلف داره. خود قیچی مثلا یه تیغه داره، یه پیچ داره. اینا هر کدوم تو هر کشوری یه اسمی دارن. خب تو میتونی بری اون خرد شده کاری که داری انجام میدی رو ترجمه، یه چیزشو برداری، مثلا پیچه، مثلا قیچی، پیچ قیچی به کره چی میشه، شاید این کلمه بشه که خیلی قشنگ باشه، خب بشه برای اسم برند مثلا لباست استفاده بکنی و تو توضیحاتت هم بگی آقا ما پیچ قیچی، و حتی میتونی ازش الهام بگیری برای لوگوت. گرفت شد؟ یعنی زمانی ما میایم از کلمات خارجی استفاده میکنیم که اتفاقا بریم ریز بشیم تو محصولمون، نه اینکه بیایم نگاه کنیم بگیم خب زیبا چی میشه، بریم مثلا زیبا رو تو کشورهای دیگه سرچ بکنیم. خب اینا دیگه مسلماً به عقل همه آدما رسیده، رفتن سرچ کردن، اسم اون برندم گذاشتن رو خودشون. ولی اینکه مثلا بیاد ببینی آقا پیچ ریچی چی میشه که بعد رفتش بدی به مزون لباس، خیلی خلاقانه تره. یا بیای مثلا به مدل برش زدن اینجوری کنگره‌ای توی مثلا اسپانیا میگن فلان، بریم کلمه رو بیاری بذاری روی برندت اگر خوشگله و آوای خوبی داره. خیلی از برندها همینجوری انتخاب شده. مثلا برند ولوو یه کلمه لاتینه به معنای امنیت یا مکان امن، یا برند سامسونگ که در اصل سامسونگه به معنای 3 ستاره است تو زبان کره، یا مثلا برند نیکون که اسمش هم اتفاقا خیلی داره که مشتق گرفته از یه لغت ژاپنی به معنای خودکشی. آریس نام یه برند لوازم آشپزخونه است که اسمش از لغت یونانی آریس گرفته. تریکو استفاده از لغت فرانسوی تریکو به معنای بافتن، یا مثلا کریستال خودش به معنای شیشه کاریه. متوجه شدید پس؟ یعنی میخوام فکرتون باز بشه، میخواین یه اسمی انتخاب بکنید بتونید کاری که میکنید حسی که میده رو خوردش کنید، تیکه‌های کوچیک تبدیلش بکنید، حتی وسیله‌هایی که دارن اون کارو انجام میدن رو خوردشون کنید، به تیکه‌های کوچیک تبدیلشون کنید، از بگردید تو دنیا ببینید به اون تیکه چی. یه مدل دیگه هست بهش میگن اصطلاحاً پونینگ. خب یعنی ما میایم یه ترکیبایی میسازیم که علاوه بر اینکه چند تا معنی دارن یه حسی رو به آدم‌ها منتقل میکنن و ترکیبایی که باهاش میشه خیلی راحت جمله ساخت، در واقع یه جوری حاشیه نویسی. مثلا فرض کنید که یه برندی که من خودم اسمش انتخاب کردم به اسم کیباتو. شما فرض کن برندی که مثلا میخواد اکسسوری ماگ و زیر سیگاری و اینا بفروشه، میتونه این اسم رو انتخاب بکنه، کیباتو. کیباتو چای میخوره، کیباتو سیگار میکشه، کیباتو مثلا مهمونی میاد، اکسسوری که مثلا برای مهمونی. حالا میتونه اسم کافه هم باشه، کیباتو صبحونه میخوره، کیباتو شام میخوره، کیباتو نهار میخوره، کیباتو کش میاد میشه پیتزا، کیباتو گاز میگیره چه مثلا ساندویچ. ببین دارم از این اسم استفاده میکنم باهاش جمله میسازم. یا مثلا حالا ما گفتیم کیباتو با کیتو هم میشه، همینو برعکسش میکنیم، با کیتو قصه میخوره، با کیتو قصه میخوره مثلا. یا مثلا کافیتو، هم داریم میگیم کافی تو، قهوه تو، برند مثلا کافی شاپ کافی تو، هم داریم میگیم تو کافی تو، هم میگیم که میتونیم باهاش هم میتونیم جمله باش بسازیم که مثلا کافی تو بردار و برو. خب این کلمه کنار هم دیگه میتونه یه جمله رو کامل بکنه، تو حاشیه یه حسی رو همراهی و اینا رو اضافه بکنه. اینم یکی از تکنیک‌های خیلی خفنه که میتونید تو نامگذاریاتون ازش استفاده بکنید. یه چند تا بگم همینجوری بگم با این تکنیک ادوین با خودت گذاشته میگه آلت و تب کنترل زد، اینا همه اسمای پرونینگه. یعنی ما میایم از حاشیه‌اش استفاده میکنیم. یک اتفاقی که مثلا ما تو تدوین همیشه میگیم کنترل صدی کنترل زد بزن. ببین ما اینا اصطلاحو داریم استفاده میکنیم، خود کنترل زد رو برمی‌داریم، کنترل اس رو برمی‌داریم کنیم اسم برند، آلت و تب، شیفت دیلیت، دابل تب. حتی اگه دقت کرده باشید برند تپسی هم اومده از همین استفاده کرد. تپسی یعنی قبلا اینجوری بود که کد سی رو بعد می‌زدی گفتن تپ سی، یعنی سی رو بگیر، بعدن شد تپسی. بورد گیم من باشم اسم کافه بورد گیم هم می‌ذارم جرزن، چون یه اصطلاحی که خیلی استفاده میشه، هم لوکالایز توی اون قسمت. آقا جر نزن دیگه، خب اینجا جر بزن برنده شو، اینجا جر نزن برنده شو. میشه خیلی باش بازی کرد و یه کلمه ترکیبی حاشیه‌ای توی اون کار ما بهش میگن پونینگ. یکی دیگه از مدل‌هایی که میتونید ازش استفاده بکنید ترکیب کلمات یا کامپاوند کردن کلمات، یعنی دو یا چند تا کلمه رو با هم دیگه ترکیب کنید، کلمه جدید درست کنید. حالا این دو تا حالت داره، میتونه این ادغام بره تو هم دیگه، یه سری اضافه کاریاش حذف بشه، اون چیزایی که میمونه رو با هم دیگه بچسبونیم یه اسم درست کنیم. میتونه نره تو هم دیگه، کاملا جدا کنار هم دیگه قرار بگیرن. مثال اینستاگرام میاد چیکار میکنه؟ میگه اینستنت کامرا تلگرام با هم دیگه قاطی میشه اینستاگرام.
پیام رسان فوری از طریق عکس و ویدیو. ولی حالا قاطی نشدهش چه شکلی میشه؟ مثل فیسبوک، ترکیب دو تا واژه فیس و بوک کنار هم دیگه چهره کتاب تو فرض کن، ولی خب مفهومم داره دیگه یه جورایی. یا مثلا یوتیوب، ترکیب دو تا کلمات، یو به معنای تو و تیوب به معنای در دسترس، این تو در دسترس اینجا یوتیوب. یا مثلا کلمه اسنپ چت، ترکیب دو تا کلمه اسنپ و چت به معنی چت کردن، اسنپ به معنی سری. دقت کردید بچه‌ها اسنپ رو بالا گفتم که دو تا معنی هم میتونه داشته باشه، یه معنیش برگرفته شده از اسناد پیشرفته، معنی دوم سری. این چند تا مدل بود که من بهتون معرفی کردم که ذهنتون باز بشه، ببینید تو چه مدل های دیگه ای میشه اسم انتخاب کرد. ببینید بچه‌ها، ما اگر تا صبح بشینیم راجع به یک موضوع صحبت بکنیم هم حرف برای گفتن هست. مهم اینه که توی آموزش ها ما بیایم تازه آگاه بشیم چقدر راه حل وجود داره برای حل کردن یه مشکل که مثلا میتونه اسم برندمون باشه. پس ما آگاه بشیم از این راه حل ها و خودمون هم بریم دنبالش یاد بگیریم و صرفا به یک آموزش مثلا 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه بسنده نکنیم، چون اگر قرار باشه همه چیز 0 تا 100 گفته بشه قطعا این دوره یا هر دوره دیگه تایمش میره بالای 100 ساعت. پس ما خط میدیم، نخو میدیم. شما سر نخو بگیر تا ته نخ قول میدم ما باهاتیم. تقویم محتوایی. دیدید بعضی از دوست و رفیقامون 2 روز هستن، باهاشون مهمونی میریم، کافه میریم، صبح تا شب با همین، بعدش یه دفعه 2 ماه قید میشن. بعد که دوباره سر کلهشون پیدا میشه بهمون میگن بی معرفت، یه حالی از ما نپرسیا. دوباره 4 روز هستن، 4 ماه قید میشن. قید شدن و پیچوندن خصلت خیلی از ما هست، گاهی به عمد و گاهی به خاطر مشغله‌های زندگی. اما همه ما یه سری آدم‌های مهم توی زندگیمون داریم، مثل خانواده، دوستای خیلی صمیمی که هر چقدر هم حوصله نداشته باشیم یا درگیر کار و زندگی باشیم، اونا رو از خودمون بی‌خبر نمی‌ذاریم و همیشه و تحت هر شرایطی اولویت ما هستن. ما وقتی تصمیم می‌گیریم بریم سراغ تولید محتوا و این راه رو برای کسب درآمد انتخاب می‌کنیم، باید به تولید محتوا مثل خانواده نگاه کنیم و تحت هیچ شرایطی نپیچونیمشون. حالا چیه؟ تولید محتوا یه مسیر مشخصه که شروع و میانه و هدف و مقصد داره و چه بخوایم و چه نخوایم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، نظم و برنامه‌ریزی از واجبات رسیدن به مقصد. برنامه‌ریزی برای رسیدن به مقصد و هدف تولید محتوا نیازمند چیزیه به اسم تقویم محتوا. بچه‌ها محتوا تا وقتی که هدف مالی و تجاری نداشته باشه نمیتونه به مقصدی برسه و نهایتش اینه که میتونه ایجاد سرگرمی و جذب فالوور کنه، اما بدون درآمد. پس اگه تازه تصمیم گرفتید که تولید محتوا کنید، اگر میخواید کسب و کار خودتون رو داشته باشید و برای خودتون کار بکنید، اگر مدتی تولید محتوا میکنید اما درآمد ندارید، بدونید که باگ کار شما نداشتن هدف تجاری و تقویم محتوایی درسته. یادتونه توی یکی از قسمت‌ها در مورد قیف فروش صحبت کردیم. گفتیم قیف فروش 3 بخش بالایی، میانی و خروجی داره و تولید محتوای ما باید بر اساس این 3 بخش باشه. بخش بالایی و دهانه قیف به ما میگه که باید محتوایی تولید کنیم که جذابیت داشته باشه، آموزنده باشه و بتونه افراد زیادی رو وارد قیف کنه، مخصوصا ریز. بخش میانی میگه خب حالا که خیلی از این آدم‌ها وارد قیف شدن، یه کاری کن که بهت اعتماد کنن و به سادگی از قیف خارج نشن. بخش خروجی میگه کاری کن که کسانی که بهت اعتماد کردن و داخل قیف موندن فقط تماشاگر نباشن و تبدیل بشن به خریدار پرپاقرص برند شما. آدم گیج میشه، درسته. الان دارید با خودتون میگید خب چیکار کنم؟ الان پست بذارم؟ الان جلب اعتماد کنم؟ چه جوری؟ الان یه چیز آموزشی تولید کنم؟ الان بگم بیاید محصول منو بخرید؟ کار تقویم محتوایی اینجا شروع میشه. اینجاست که نقش نظم و برنامه‌ریزی پررنگ میشه و به کمک شما میاد. تقویم محتوایی یعنی شما برای محتوایی که قراره در آینده تولید کنید برنامه‌ریزی کنید و این تقویم معمولاً 1 ماهه نوشته میشه. یعنی نرید برای 1 سال بنویسید. یعنی برای مثال شما میای با توجه به اهدافی که داری از تولید محتوا و با توجه به قیف فروشت میگی در مهر ماه باید این تعداد پست گرافیکی بذارم، این تعداد ریلز و استوری بذارم، 5 تا مثلا لایو بذارم و خیلی چیزای دیگه. برای هر پست موضوع مشخص می‌کنی، تاریخ انتشارش رو هم تعیین می‌کنی و این کار به شما دید وسیع‌تری از آینده میده و باعث میشه که شما فرصت پیش‌بینی و مواجهه درست با بحران‌ها رو داشته باشید. یعنی چی به شما فرصت پیش‌بینی میده؟ تصور کنید که شما سالن آرایشی دارید و انواع خدمات زیبایی رو ارائه میدید. روز جهانی زن، روز مادر، روز دختر، تمام اعیاد و مناسبت‌ها فرصتی هستن برای تخفیف و آفرهای ویژه که باعث جذب مشتری و فروش بیشتر میشن. حالا فکر کنید که شما تاریخ این مناسبت‌ها رو ندونید و به همین دلیل از رقبا عقب میمونید و کلی مشتری از دست میدید. مثلا شب یلدا یکی از مناسبت‌هایی که تقریبا تمام مشاغل براش تولید محتوا میکنن و به نحوی میخوان با این کار مشتری بیشتری جذب کنن. حالا تصور کنید که شما سرتون شلوغه، تقویم محتوایی هم ندارید، در حالی که همه کسب و کارها از 2 هفته قبل دارن برای شب یلدا تولید محتوا میکنن، شما هیچ برنامه‌ای براش ندارید که به هدفتون کمک کنه و شب یلدا برای خالی نبودن عریضه صرفا یه تبریک به مخاطباتون میگید که به درد همتون میخوره.
و در نظر بگیرید که این اتفاق زمانی پررنگ‌تر میشه که شما به تنهایی مشغول تولید محتوا هستید و هنوز تیمی ندارید. تقویم محتوایی میتونه از 1 ماه جلوتر به شما بگه که چه مناسبت‌هایی در پیشه و براتون فرصت تولید محتوای هدفمند رو ایجاد بکنه. به شما مسیر پیش رو نشون میده و وظایف و کارهایی که در اولویت هستن رو براتون مشخص میکنه. داشتن تقویم محتوایی باعث میشه که اگه شما به برنامه پیش روتون تسلط داشته باشید، بتونید اتفاقات غیر قابل پیش بینی رو مدیریت کنید. تقویم محتوایی و برنامه‌ریزی برای تولید محتوا باعث میشه که نسبت به کار خودتون مسئولیت داشته باشید و بتونید خیلی دقیق‌تر و در زمان کمتری به اهدافتون برسید. زمانی که کار شما گسترده‌تر بشه و برای تولید محتواتون تیمی نیاز داشته باشید، تقویم محتوایی به شما کمک میکنه که وظایف رو به سادگی بین افراد تیم توزیع کنید و در کار تیمیتون هماهنگی ایجاد کنید. گام اول نوشتن تقویم محتوایی بررسی پرسونای مخاطب. یعنی چی بررسی پرسونای مخاطب؟ یعنی که مخاطب‌های شما چه کسانی هستن؟ چه گروه سنی دارن؟ زنن یا مردن؟ میان سالن یا جوان؟ کامنت ها، سوالات، نظرات، نیازها و انتقادات اونا چیه؟ گام دوم نوشتن تقویم محتوایی میریم سراغ تعیین هدف از تولید محتوا. میخواید مخاطب رو با برندتون بیشتر آشنا کنید، میخواید محصول جدید معرفی کنید، میخواید به مخاطب‌ها چیزی آموزش بدید، میخواید پاسخ سوالاتشون رو بدید یا چی؟ گام سوم تعیین بودجه، زمان و منابع مورد نیاز برای تولید محتواست. برای تولید محتوا چه چیزایی باید تهیه کنید؟ آیا نیاز دارید تیمتون رو گسترش بدید؟ آیا باید تجهیزاتی تهیه بکنید؟ آیا باید محلی رو برای تولید محتوا رزرو کنید؟ آیا به چیدمان و دکور جدید نیاز دارید؟ آیا ابزار جدیدی برای تولید محتواتون نیاز دارید و خیلی چیزهای دیگه. قدم چهارم تهیه فهرست. تمام ایده ها رو دسته‌بندی و مکتوب کنید. موارد غیر ضروری رو حذف و موضوعات رو اولویت بندی کنید. اینجا میرسیم سراغ گام پنجم. انتخاب قالب. مشخص کنید که کدوم محتوا باید در چه قالبی تولید بشه. کدوم موضوع بهتره که استوری بشه، کدوم ایده پتانسیل تبدیل شدن به ریلز رو داره و بهتره کدوم موضوع تبدیل به پست اسلایدی بشه. گام ششم چیدمان. نوع موضوع محتوا رو تو تقویم جاگذاری کنید. تاریخ انتشار رو مشخص کنید. افراد و وظایفشون رو مشخص کنید. برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تولید محتوا بهتره که برنامه‌ریزی شما منعطف باشه و بشه بین موضوعات یک کوچولو جابجایی صورت بگیره. و گام آخر تمام محتواها و نتایج و خروجی اونها رو بررسی کنید. ببینید که در طول ماه کدوم نوع محتواها بازخورد و بازدید بیشتری داشتن، کدوم محتواها با پرسونای مخاطب شما منطبق نبودن و مورد استقبال قرار نگرفتن. کم و کاستی تقویمتون رو رصد بکنید و ببینید آیا تقویم محتواییتون خلوت بوده یا جا داره حجمش بیشتر بشه. نقاط ضعف رو پیدا کنید و رفعشون کنید و روی نقاط قوتتون مانور بیشتری بدید. این مرحله یعنی بررسی نتایج به شما کمک میکنه که هر ماه تقویم محتوایی بهتری نسبت به ماه قبل داشته باشید. یعنی به اصطلاح دستتون بیاد که دقیقاً برای کسب و کارتون به چه محتوایی نیاز بیشتری دارید. از چه برنامه‌ها و ابزارهایی برای نوشتن تقویم محتوایی باید استفاده کنیم؟ اکسل، گوگل شیت، گوگل کلندر، ترلو، تسکلو، کلی از این اپلیکیشن‌ها وجود داره. اما من خودم کاغذ خودکار. حالا تو حالت پیشرفته‌تر وقتی که کاملا مسلط شدید به تقویم محتوایی نویسی، میتونید تو مرحله بعدی برید سراغ این که هر محتوایی رو در چه قالبی با چه تکنیکی قراره ضبط بکنید. شما تکنیک‌ها رو تو این دوره یاد میگیرید و تو تقویم محتوایتون اضافه میکنید. فلان پست در قالب ریلز در تاریخ فلان با تکنیک فلان با کال تو اکشن فلان با قلاب فلان و همینطوری تقویم محتوایتون رو کامل میکنید. هر چقدر ذهن شما منظم‌تر باشه و دقیق بدونه که باید سر چه تاریخی چه چیزی رو تولید و منتشر بکنه، بهتر شما رو تحریک میکنه که اون کار رو انجام بدید، حتی اگر کمال‌گر هستید. مخاطب من شمایی. دقیقاً خود شما که الان داری با خودت میگی خب من این همه تکنیک رو دارم یاد میگیرم اما اصلا هنوز کارامو شروع نکردم. هنوز نمیدونم از کجا شروع کنم. اصلا نمیدونم تو چه حوزه‌ای تولید محتوا کنم. من نمیخوام توی این بخش صحبت‌های انگیزشی کنم و حرفای الکی بزنم چون کلاً با این مقوله مشکل دارم. اما به عنوان کسی که این مسیر رو رفته و تجربه‌های زیادی کسب کرده، میخوام بهت بگم که در شروع کار صرفاً دستتو بذار رو زانوی خودت و روی پای خودت بیست و یادت باشه اونی که باهاته پاهاته. خودت رو در نقطه صفر با کسی که تو نقطه 10 یا 50 یا به نقطه 100 رسیده اصلا مقایسه نکن و فقط شروع کن و استمرار داشته باش. تمام تکنیکایی که تو این دوره یادشون میگیری بهت کمک میکنه تا در شروع تولید محتوا برای پیج 0 تا 100 محتوات رو خودت تولید کنی و اصلا اگر غیر از این باشه هم اشتباهه. مهم نیست که عکاس خوبی نیستی. تکنیکای کاربردی برای گرفتن یه عکس مورد قبول و محترم رو تو این دوره یاد میگیری. مهم نیست اگه تا حالا نیومدی جلو دوربین. تو این دوره مهارت سخنوری و جذب مخاطب و داستانگویی و خیلی چیزای دیگر رو یاد میگیری. و خلاصه هر چیزی که برای تولید کردن محتوا لازم داری توی این دوره یه جورایی من گنجوندم، هر چند کوچیک که اگر احساس کردی ناقصه میتونی یوتیوب بکنی، سر نخو بگیری و تا ته نخو خودت آموزش ببینی. با خودت میگی دلم میخواد از بستر اینستاگرام استفاده کنم و درآمد داشته باشم اما نمیدونم چیکار کنم. اگه هر چی فکر میکنی استعداد خودت رو پیدا نمیکنی یا نمیدونی دقیقاً به چی علاقه داری، لطفاً دست از فکر کردن و نشخوار این فکر که من بی استعدادم دست برد
و در اطراف خودت جستجو کن، ببین با چی حال میکنی، چه محصولیه که خودت دلت میخواد ازش کالکشن داشته باشی، چه کاریه که از انجام دادنش لذت میبری، خسته نمیشی، متوجه نمیشی که زمان داره چجوری میگذره، چه چیزیه که همیشه حاضری براش پول خرج کنی، چه چیزیه که تو رو سرگرم میکنه. محاله که جوابشو پیدا نکنی. اگه عاشق ماگ و لیوانی و با اینکه 100 تا ماگ داری اما بازم میری ماگ میخری، یعنی ماگ محصولیه که تو میتونی وقت زیادی رو برای تولید، تبلیغ و فروشش صرف کنی. برو کارتو با خرید عمده یه سری ماگ شروع کن، یا برو روش ساخت ماگای سفالی و سرامیکی رو یاد بگیر و ماگ بساز و پیج فروش ماگ برای خودت درست کن. اگه یه گیمر حرفه‌ای و خفنی، بیا یه پیج بزن، شروع کن به معرفی و نقد و بررسی انواع گیم ها. اگر از درست کردن املت لذت میبری، هیچ وقت از خوردنش سیر نمیشی، بیا کارتو با آموزش انواع املت ها شروع کن. اگه عاشق رژ لبی و هر ماه کلی پول صرف خرید رژ لب میکنی، بیا کارتو با فروش رژ لب شروع کن. خیلی چیزایی دیگه. تا کی باید خودم تولید محتوا کنم؟ تا تعداد پستات به 100 تا برسه. باید تولید محتوای پیج تو خودت انجام بدی. سعی کن آموزش ببینی، مهارتاتو بیشتر کنی و کیفیت محتواتو روز به روز پخته تر کنی. دقت کن، روز به روز. حالا وقتی به 100 تا رسیدی، وقتی پیجت به یه پختگی نسبی رسید، وقتی مسیرت هموارتر شد، وقتی به یه درآمد حداقلی رسیدی، میتونی شروع کنی به کمک گرفتن از تصویربردار، متخصص تولید محتوا، عکاس، ادیتور، ادمین و هر چیز دیگه‌ای که خودت دلت میخواد و مسئولیت تولید محتواتو به اونا بسپاری. اما تو شروع حرکت، تو شروع مسیرت سعی نکن که بخوای همه چی رو بدی بقیه برات انجام بدن. این پیج بشو نیست اگر قرار باشه از شروع بسپاریش دسته یه نفر دیگه، چون هیچ کسی دلسوزتر از تو واسه برند خودت نیست. اگه تو شروع کارم دیده نشم یا مسخره‌شم چی؟ ببین، در شروع کارت 100% دیده نمیشی و شاید مسخره هم بشی. اینو بپذیر از همین الان. احتمالش خیلی زیاده که تعداد لایکات تو 50 تا پست اول تک رقمی باشه. مثلا بیا با این قصد شروع کن کار کردن و یه پروفایلی داری که هر کی میبینه مسخرهش میکنه. اما چه اهمیتی داره؟ تو میدونی داری چی کار میکنی و همین کافیه. تو میدونی که در حال یادگیری و آزمون و خطا هستی و چه بسا یه روزی همین آدم‌هایی که مسخرت کردن یا لایکت نکردن مشتریت بشن. من آدم لجبازیم، خودم اینجوری کار میکنم. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. رهروان است که آهسته و پیوسته رود. چرا اینو بلدیم همه جا شعار بدیم، بعد پای پیج خودمون میاد وسط یادمون میده؟ پس تمام تمرکزتو بذار روی این سه تا مورد: رفتن و حرکت کردن، استمرار داشتن، جا نزنی و صبور بودن. دوست دارم تو اینستاگرام فلان محتوا رو تولید کنم یا فلان محصول رو بفروشم، اما آخه خیلی زیاده، اشباع شده، چاره چیه؟ تا حالا شنیدید کسی بگه من آیفون نمیخرم چون خیلی زیاد شده؟ اصلا فارغ از سلیقه شخصی، صرفا به این خاطر نخره که آیفون تو بازار زیاده، همه آیفون دارن. تا حالا شنیدید کسی بگه من دیگه کوکاکولا نمیخورم چون خیلی تکراری شده، دلم یه نوشابه مشکی با یه طعم دیگه میخواد؟ نه. تعداد کاربرهای اپل هر روز داره بیشتر میشه و در عین حال هر روز هم داره محبوب تر از دیروز میشه. چرا؟ مردم هم برای محصولاتش صف میکشن، سر و دست میشکنن، چون با حفظ و افزایش کیفیت با اشباع شدن مقابله کرده. درسته؟ کوکاکولا سالهاست که پرطرفدارترین نوشابه جهانه، چون کیفیتش رو حفظ کرده و در هیچ از بقیه نوشیدنی‌ها جلوتر. اگه دوست داری ماگی بسازی و بفروشی، به این فکر نکن که 1000 تا پیج ماگ فروشی وجود داره. به این فکر کن که چطوری میتونی کیفیت کارت رو افزایش بدی. چطور میتونی ماگی بسازی که از لحاظ متریال یا ظاهر با سایر ماگ ها متفاوت باشه. به این فکر کن که امروز کارت رو با ساختن و فروختن ماگ های ساده شروع کنی، اما به مرور کیفیتشون رو بالا ببری و دنبال ایده های جدید باشی. این تنها نگرش درست شروع از نقطه صفر. با تولید محتوا تو اینستاگرام میشه 3 ماهه یا 6 ماه پولدار بشم؟ نه. کسی که میاد جلوی دوربین رو بهت میگه که از طریق اینستاگرام 3 ماه پولدار شده، یا داره بهت دروغ میگه یا میخواد جیبتو خالی کنه، یا همه چیز رو بهت نمیگه. یعنی بهت نمیگه که اونی که 3 ماه تو اینستاگرام پولدار شده 10 سال قبلش زمینه چینی کرده، کار کرده، تجربه گرفته، آزمون و خطا کرده، آموزش دیده، حالا میاد توی اینستاگرام شروع به کار میکنه و تو 3 ماه همه اون گذشته رو به نمایش میذاره و به درآمد خوب میرسه. پس سعی بکنیم واقع بین باشیم. در شروع کار از تولید کنندگان محتوا در حوزه کاری خودمون تقلید بکنیم یا نه؟ ببین، قدم اول تغییر تقلیده و همه میگن که یادگیری با تقلید شروع میشه. یعنی شما میری کلاس نقاشی، سعی میکنی چیزی که استادت میکشه رو ببینی و بکشی. میری کلاس تکواندو، استاد و مربی بهت میگه که عین این حرکتی که من انجام میدم و انجام بده. پس اشکالی نداره که تو اولین قدم تقلید بکنی، اما به شرطی که بهش عادت نکنی. شما باید تو حوزه کاری خودتون مدام دنبال ایده ها و روش‌های جدید باشید و در کنارش از کسایی که تو حوزه کاریتون موفق هستن الهام بگیرید. اما خود همین تقلید کردن هم کلی آداب و رسوم داره که من سعی می‌کنم تحت عنوان یکی از تکنیک‌های خیلی خفن به اسم تقلید کل این موضوع رو براتون جا بندازم. اگر می‌خواید تقلید هم بکنید، چیا رو باید تقلید بکنید؟ میلیون ها کلاس و دوره آموزشی در دنیا برگزار میشه برای اینکه به آدما بگید که چه کارهایی بکنید که به هدفتون برسید.
و اصطلاحاً موفق بشید. من هم توی این دوره سعی کردم که 96 تا تکنیک کاربردی رو به شما آموزش بدم و همین رو بهتون بگم. اما میخوام توی این قسمت در مورد این صحبت بکنم که چه کارهایی نکنید تا به هدفتون برسید و موفق بشید. میگن آدم‌های موفق دلیل موفقیتشون الزاماً کارهای کردهشون نیست، بلکه کارهای نکردهشونه. آتش دیده شدن، پول درآوردن، به دست آوردن خواسته ها، تیک زدن اهداف در همه ما آدما وجود داره. اما سوال مهم اینه که به چه قیمتی؟ همین الان همه ما میتونیم بریم در کمتر از 1 ساعت محتواهایی تولید کنیم که عدد فالوورامون رو تو 1 ساعت به شکل عجیبی جابجا کنیم. مثلا میتونیم دروغ بگیم، یه تیتر زرد با عنوان طلاق محمد رضا گلزار و یه تبلیغ 10 میلیون تومانی براش پیج شما رو صدکا میکنه، من امضا میدم. مهران مدیری تو جاده شمال تصادف کرد، کما رفت، میتونه ویو 1 میلیونی براتون بیاره، قول میدم. ازدواج مجدد گوگوش و بهروز وثوقی همین الان شما رو میتونه بکنه 10K اگر از صفر دارید شروع کنید. استفاده از موضوعات مستهجن و به درد نخور، ایجاد حاشیه، 1000 تا محتوای زرد دیگه، یا از این تکنیک ترفندهای واقعا مزخرف. اگر میخوای لوکیشن دوست پسرتو پیدا بکنی، اینجوریه ترفندش. اگه میخوای مثلا بیای ایمیلاشو بخونی، اینه ترفندش. میخوای اینستاگرام دوست دخترتو هک بکنی، اینه ترفندش. میدونی اینا خیلی راحت فالو میاره و دقت کنید اکثرا با پیجای بسته فالو میکنیم. الان میرم چه ترفنده یاد بگیرم، مثلا دوست دخترم کف دستمه. یا مثلا تیترای دروغ، محتوای زرد، چی بگم، ولی واقعا به چه قیمتی؟ ما میگیم از ترند استفاده کنید، باهاشون محتوا تولید کنید. اما درست سرش اینه که بگیم با توجه به محتواتون و شخصیتتون از بهترین ترندها به بهترین شکل استفاده کنید. 1000 بار گفتم هر ترندی مناسب شخصیت من شما و پیجمون نیست. ما برای ترند محتوا نمیسازیم، از ترند برای محتوامون استفاده میکنیم. نه اینکه محتوامون رو فدا بکنیم به خاطر اینکه میخوایم یه چیز ترند بسازیم. هر ویدیویی که وایرال میشه با شأن ما همخونی نداره. ما اگر بخوایم روی هر موجی که راه میفته سوار بشیم، شاید بتونیم فالو، لایک، کامنت بگیریم، اما چیزایی رو از دست میدیم که بعداً باید بابتش هزینه بکنیم که دوباره به دستش بیاریم و اتفاق نمیفته. مثل احترام و شأن. تمام تکنیک ها، تمام ترفندها، تمام ترندها، تمام دوره‌های آموزشی باید در جهت تولید محتوای محترم به شما کمک کنه، وگرنه پول و وقتتون رو ریختید دور. ببخشید ولی چه بسا بشه با لخت شدن جلوی دوربین تو 1 ساعت 1 میلیون فالوور جذب کرد. برای 100 ساله رو یه شب رفت. خیلی از محتوای ضبط هستن که از لخت شدن هم نامحترم‌تر. و در نهایت چیزی که از من و شما توی ذهن بقیه باقی میمونه یه اسم و 2 تا صفت. و به دست آوردن پول و فالوور اون اسم و اون صفت نمیارزه به اینکه 2 تا صفت نامحترم و بی شخصیت به ما بچسبه. میدونم که شرایط همه سخته. میدونم که دلمون میخواد خیلی زود بتونیم به زندگیمون یه تکون درست و حسابی بدیم، اما واقعا نه به هر قیمتی. در آخرم بازم تکرار میکنم، آدم‌های موفق دلیل موفقیتشون الزاماً کارایی کردهشون نیست، بلکه کارهایی نکردهشونه. یعنی بچه‌ها یه جاهایی هول نکنید که به هر قیمتی ما هم دیده بشیم، به هر قیمتی ما پول در بیاریم. واقعا زندگی انقدر ارزش نداره که عزیزترین داراییمون که شخصیتمونه و هویتمونه زیر سوال ببریم. محتوایی درسته که وجدانمون از ساخت اون محتوا راحت بشه. وقتی آدم‌ها ما رو تو خیابون می‌بینن، ما تو ذهنمون بتونیم پیش بینی کنیم که چه نگاهی نسبت به ما دارن، چطوری راجع به ما حرف میزنن. درسته که میگیم قضاوت کردن آدم‌ها مهم نیست، ولی ما وقتی که داریم توی یک جامعه زندگی می‌کنیم باید بپذیریم که این قضاوت‌ها وجود داره. و نه کاری انجام بدیم که دو دستی خودمون مورد قضاوت بد آدم‌ها قرار بدیم و در نهایت بخوایم خودمون کار بکنیم که قضاوت آدم‌ها مهم نیست. بله، اگر شما کار درستی رو دارید انجام میدید، در شأن و شخصیت و هویت شماست. احترام اون کار داره حفظ میشه، اصلا قضاوت آدم‌ها مهم نیست. ولی اگر دست به هر کاری زدید توی اینستاگرام، توی یک مدیا، برای اینکه فالوور بگیرید، 1000 بار گفتم همون کارها رو تو دنیای واقعی هم اگر انجام میدادید میتونستید پول در بیارید. با چی اومدید تو اینستاگرام؟ خیلی راحت تر میشد اون خود نمایی کردن و اون زرد بودن رو تو زندگی واقعی هم اجرا کرد. کلی هم پول داد بی‌منت. پس اگه اونجا نکردی، گفتیم در شأن من نیست، اینجا هم نکن. خواهش می‌کنم. دومم تموم شد. یه نظم به ذهنمون بدیم و این ایستگاه رو جمع‌بندی بکنیم که با قدرت بریم سراغ اصلی ترین و مهمترین ایستگاهمون، یعنی ایستگاه دانش. تو این ایستگاه فهمیدیم که باید از کجا شروع کنیم، به کجا بریم و توی این مسیر چه کارهایی رو بکنیم و نکنیم. از کجا شروع کنیم؟ یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم. اولین قدم انتخاب عنوانه که حوزه کلی فعالیت ما رو مشخص میکنه.
قدم دوم میشه انتخاب موضوع، یعنی ببینیم که حالا توی این حوزه‌ای که ما می‌خوایم بریم سراغش و راجبش تولید محتوا بکنیم بعد دقیقاً بریم سراغ کدوم قسمتش یا کدوم بخشش و به طور تخصصی و ویژه در مورد کدوم شاخه اون حوزه تولید محتوا بکنیم. قدم سوم پیدا کردن نقطه مطلوبه، یعنی تلفیق کردن توانایی‌ها، دانشمون با استعداد و علاقه‌هایی که داریم. قدم بعدی آرکیتایپ و پرسونا بود، یعنی شناخت و بررسی و انتخاب کردن شخصیت خودتون، برندتون و مخاطبتون. حالا میتونیم با توجه به ویژگی‌های آرکیتایپ و پرسونامون که انتخاب کردیم برای برندمون و پیجمون اسم انتخاب بکنیم. قدم بعدی طراحی و انتخاب هویت بصریه، یعنی ما از چه رنگ و فونت و لوگو و چیدمانی برای پیجمون استفاده کنیم که با آرکیتایپ و پرسونای برندمون همخونی و سنخیت داشته باشه و ظاهر پیج و برند ما رو آراسته و چشم نواز بکنه. قدم بعدی نوشتن و تنظیم تقویم محتواییه، یعنی برنامه‌ریزی برای تولید محتوای یک ماه آینده و اینکه دقیق مشخص کنیم که چه محتوایی رو با چه موضوعی، در چه قالبی، با چه تکنیکی و با چه قلابی و در چه تاریخی باید تولید و منتشر بکنیم و برای تولید هر محتوا به چه امکانات و تجهیزاتی نیاز داریم. تمام مسیری که باید برای تولید محتوا طی بکنین همینه. و حالا یه سری نکات هم باید یادمون باشه. در ابتدای مسیر خودمونیم و خودمون حق نداریم خودمون رو در شروع مسیر با کسی که 4 بار این راهو رفته و برگشته مقایسه بکنیم. فقط باید سعی کنیم محتوای خودمون رو روز به روز ارتقا بدیم و توی این مسیر صبر و استمرار داشته باشیم. در کنار تمام کارهایی که باید بکنیم یه سری کارها هست که اصلا نباید بکنیم. برای دیده شدن، میان بر زدن و زودتر به مقصد رسیدن حق نداریم دست به ساختن هر محتوایی بزنیم. هر چیزی بگیم، هر کاری بکنیم، چون بخش مهمی از موفقیت‌های ما مربوط میشه به کارهای نکردمون. و در آخر تولید محتوا توی اینستاگرام شبیه یه بازی با قوانین و ترفندهای خودش که ما باید سعی بکنیم این قوانین که اسمشون الگوریتم هست رو بشناسیم، رفتار درستی تو تعاملمون با بقیه بازیکن‌ها داشته باشیم و به قول معروف کاری کنیم که تو بازی بمونیم و از بازی حذف نشیم. بریم سراغ ایستگاه سوم، یعنی ایستگاه دانش.